یو گایز چطورید بچه؟ خوش اومدید به یک ویدیو جدید. اومدم با پارت 10 رزیدنت ایول ویلیج بعد از مدت ها که نمیگذره، تا یه هفته دو هفته بچه بالاخره بعد از مدت ها پارتامون 10 به 2 رقمی رسید و این پارت 10 رزیدنت ایول ویلیج قبلا که تا اینجا اومدیم این دره رو باز کردیم. الان بریم سراغ ادامه ویدیو. امیدوارم که این ویدیو خوشتون بیاد. الان توپ بکو، توپ رو من دارم. او نه، توپ اولی هست. وایس اول اینو بریم. اینه اوه اینجا بچه یه پرتگاه داره، باید حواسمون باشه. اینا اینجا آها کوچش آها بیا چقدر رو مخه. وات تمام. خب اینو بهمون داد. الان فقط بریم پیش دوک، چون دوک خیلی چیز میذاره، چیز داره اینجا. با گوی میده اینجا. اینو داریم؟ نه نداریم. یه کسی نباشه. اوه اصلا در باز. خواهد بزنیم اینجا هم یه گروز هست، چون این بوزردامیه. الان باید بریم سراغ آیزنبرگ. اون دهن ما رو سرویس میکنه. آیزنبرگ بچه های قدرتی داره که میتونه فلزا رو کنترل کنه. مثلا فلزا بدونه که بهش دست بزنه میاره حالا فرو میکنه تو گوچه های شهر. 4 تا تیره یعنی مکس کلت هیچ بوی نره. ای بو سگ مرده میده. بچه ها شاتگان ماشین بهتره. تو این خونه رو رفتیم بگردیم. برو بینا اوی حرومزاده هیچیش نمیشه. بابا تو الان بچه فیلم قطع شده بود و بچه فیلم قطع شد. دوره بریم سراغ بازی. مثل این که تا اینجا رفتیم چیزی نبود، پیدا هم نکرد. گراز تبر. الان بریم اینجا. کلید او آره اینجا جای جدید بچه. اینجا This way. اینا رو کی زده؟ بکنم باید بریم اون ور، چون فلش زده. نه آقا فکر کنم اینجا یه چیز اتفاقای قرار بیفته. آقا شاتگان بریم. اینجا هم که چیزی نیست. اینجا This way پاپا. اینجا رو بزنیم بازه یا باز میشه که باز کن. دنبال لوت بوت بگه.
این تیره مال چیه نمیدونم. بذار بچه با این تفنگ گنگه بریم. گوشش اینا اینو بذار به جای تکتیر. با این اهمتره. الان کجایی؟ روزیز چی؟ روزیز waiting for you. بکنم میگه روز به تو احتیاج داره. نمیدونم من دخترم میخوام بریم سراغ اوه دن سرویس با فلز. ببین چی چیزایی ساخته. این کیه؟ عجب قشنگه. چه خیر اینجا باید بریم. The show must go on. بریم اینجا. او کلید 6 در. حاجی دهنمون قراره سرویس بشه. اینا فرو کن بزن بریم به صورت good luck it. بکنم یه حواست باش. حواست گوت میشه. آفرین. اینجا یکی هست. بذار اون یکی گل داره. اینا رو دار زده آجی. من فقط دنبال لوت بودم. همین گیاه خودش خوب. چطوری داداش؟ برو ببینم بی‌ناموس. ای حروم زاده. مثل سونیک جا خالی میکنه. آقا حروم زاده ها. من با شما شوخی دارم. تا ناموس اینو بردم بالا برای این ناموسایی مثل شما. باید بخوایم برای من شاخبازی در روی بچه های لحظه بایستین. تکتیر رو گنجایین. این تیر شیف هدر بدیم. با تکتیر خیلی حال میده زد. میبین چون خودش هم داره میگه این اشاره داره. بابا دهن من شما سرویس کردین. شوق دارم. بابا اینم که تیر نداره. شلپ برو بینم. حالا نوبت منه. ای بابا اینو من 30 دفعه زدم نمیره. اسم که تو دلت از اینا میخواد ها. بمیر دیگه بمیر. این ناموس بمیر. جرأت داری پشت. بی ناموس. پرکو نه واسه کسی نه. چه لازم است. آه خوبه بزن بریم. فکر منم رکورد نکردم. حالا اینجا همه چیزا رو برداشتیم. لوت موتو تا ناموس پر بریم. اوه فکر کنم اینجا باسفت سنگینه. خیلی تجهیزات بذار چه امتحان کنیم. بیاین بیرون. هر کی هست بیاین بیرون. من دارم بهتون میگم.
باید بریم بالا. شاسیده بده پایین. تیرشو رو هوا زدم. اومد بالا. چخه برو بینم. خوبی؟ اومدم. نه اوف چقدر لوت. برو کن بره توت. شالا پیشیلی بزن مثل که قرارمون قرار دهنمون سرویس شن. چقدر بومبوم هاش اینجا جا گذاشت کار گذاشت. باز کن من این خراب شده میخوام بیام بیرون. خب حالا ما باید کجا میرفتیم؟ این پله رو که میریم بالا. او یه فهمیدم. لای الان یه لایش باز شد. بذار این پرش بزن. یه تیر رو دونشونه. حروم زاده بابا دهنت تو. بیناموس من اصلا من خود کرد. من تو جر لنگت جر مینم. ببین آقا من تو بیناموس رو چون میکنم. حروم زاده هیچی نهنی. بساز میگم این بمبا رو از چی کار گذاشتم. بیا جلو. آها آفرین. حرومزاده ها بکرن کیه؟ برو پایین داشت برو پایین. الان اون طرف رو باز کنیم بریم تا دهنمون رو سرویس نکنیم. لوت موتا رو بردار بریم. بذار من اینا رو پر کنم خیالم راحت باشه. اون میخورهش. آره اینجا. حالا اگه نبود ریدیم دیگه. نه همینه درست. آره شلب شیلی. بابا باز کن سریع تر دیگه. با کولز بریم. چه عجب قلعه رو بجی اینجا اصلا کجاه؟
بار دیگه ببینیم. فوبیا رکورد داره. درسته. سکه دوک کجاست؟ موقعی که باید نباشه هست، موقعی که باید باشه نیست. ببین چه لوتایی هاجی، کلی اینا رو میتونم ارتقا بدم. اوه چیز دستگاه شیف. قارم بریم بالا تا یه بچخی دیگه. مادر میرنده آجی، مادر میرنده رو چیکار کنید؟ به زودی قرار باس فایت با مادر میرنده بشه. اول فصل اینجا کجاه؟ من کجا باید برم؟ چقدر بومب. ایناموش برو عقب بزنه برو اشتالا بشیلی با. برو عقب یه خواب چیکار کردی؟ اوه یه پایین بپر همایی ببینه بپر. آفرین همزا حالا بفرما بجون برو عقب 5 تا تیر آقا بکنه دیگه فشار نیاد. بذار بسازیم. چه لحظه من این کولتر رو بردارم. این کولته چیز قوی تره. فقط کنده ببینش کنده میگه. نه تو اوی اوجی نصف تیران بگاه اصلا خوب شد چاسه نمیشه. ببخشی من از الفاظ رکیک هستم. خدا بینا بود گو خوردم ناموسن گو خوردم. برو بیناموس آروم آها تیران به چوخ صیادی رفت. ول کن. او فهمیدم وایسا جان مادر داشته چه یالی. مین کار بذار. فعلا نشی
چقدر چیز میزاجی. این 6 تا تیر داره. بساز تیر بساز بزن تیر بزن دهن من شما سرویس کردیم. برو پایین لوتا اینقدر زیاده اصلا نمیشه فهر داریم. انبار لوت اینجا. او یه روزی دنگ غروب آسمان. بزن بریم بچه ها. این چی نسیم میشه. دمت دم گرم. طبقه باید بیاییم بالا. طبقه هم باید به چوخی بدیم. برو پایین نمیمیره. هیچی تیر ندارم. همه تیرام به چوب. یه پوینت تخمه. مردی؟ دهن تو سرویس. کله‌شو زدم. اینقدر دوست دارم این تیر کمونی ها رو اسنایپر رو بزنم. اینقدر حال میده. یه تیر تو یه تیر امیر مختار. اوکی بیگ گای. گوه خوردم ناموسن گوه خورد. او فهمیدم. بیا همونو بیا. برو هرونزا. بردن. همین جوری میریم و لوت جمع میکنیم. هیچی تیر نداریم. تیر بساز. لوت هم نداریم. لوت بساز. یه روزی تنگ قروب آسان. اینجا کد دانه لوتا رو ای جان. این ستاشو داره. خب دمت بیا. دمت هم گرم. الان باید بریم زیر زمین. الان همه دور هم جمعیم. پلیس هم کردن کمیم. چش داده شدید. برو باید
داش چجوری جا میشی؟ سگ به زور جمع میشه. بعد تو مرد اینجا میتونی بری تو. اوه داره چیکار میکنه؟ بزنمش؟ اوه این آدم ها رو میگیرم میخورن. این ناموس این کجاش هم داره میخوره. حیف که نمیتونم بزنمش. همه مردم چرا اینجوری کردن اینو؟ ایلیل بده. ایوه بچه ها نظرتون چیه اون تفنگ قویه برید سیف کن که دهنم سرویس تو اینجا اومد. سیوینگ بازار فوبیامون گرفت و اشکال نبریم. شتیت خب بذار اون تفنگ قویه رو بیاریم. شتیت دقیقا 5 تا تیر داره. 5 تا تیرش هم برای چیزا سنگین نه برای چیزا سبک. الان فقط باید ببینیم برای چی میخواد. شدید اینجا با سبک بریم بپر پایین همونجوری بلو. That's not good. 25 او این شیره از این آج نفرت دارم. بیجون باید با این بزنیمش. اینو باید با این بزنیم. خوبه داشتو نمیری ولدم بچه. یعنی همین باس فایت به این آسونی با چند تا تیر به چخ دادن. ببین این همه هیله و صاحب همین فقط همین بود. باس فایت به این آسونی. واه چه چیزی آجید. فکر کنم بریم پیش دوک همه رو تو ناموس ارتقا بدیم. من فقط دوکو میخوام. من دودوله قبلی ما میخوام. اوه بلیرا رو فرض کن اینجا همه الماس بود. چه حالی میداد. رسید به این موزه ممنوعه. کاش کن تورا رو به چخ نمیدادم. باس فایت سنگین تری داشتیم ولی تیرای خوب می‌کنم. اوه هایزنبرگ اینو چرا گوشه اینجا؟ آخرین تیکر رو بچه پیدا کرد. اوه مادر میرنده اومد بچه رو بود. وقتی اون تصرف کرد مادر میرنده اومد بچه رو. اوه هایزنبرگ به صدا در اومد. I'm not letting you get out of this. Cool your jets. Just a little bit more and you're all wrapped up. I'll lend you a hand. So in exchange... In exchange what? First of all, come to me. Put all the flasks in the altar and I'm sure you'll figure the rest out. See you, Ethan. God damn it. خب تموم شد. خب بچه‌ها خیلی ممنون که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم این ویدیو خوشتون اومده باشه. لایک کامنت سابسکرایب فراموش نشه. عشق منید عشق یارید. تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.